علیکم دوستان عزیز، اپا و خواهرای مهربان، انشالله که همه شما خوب و تنسیت هستین. هزار رحمت کلام برای این قدر سخنهای بهترینتون در کامنتری می نویسین. کمی هم باشد ما خدا تنها حس نمیکنم. رحمت کلام که ما را دستگیری میکنین، بهترین سخنها میگین. در اینجا کم تر خامشوربا انداختم برای بیدره. قریب تیار شده، خیلی شیده است. یاده برگی پودینه ریزه کرده انداختم. خامشوربا دم که بوی پودینه را من نغز میبینم. در اوقاتم یه برگ دو برگ چه خیلی اوقاتی باشه میاندازم. اینجا باشه یک زوله ارزوق گرفته بودم. امی دو روز پس سه روز پس ارزوق میکنم. یک زوله میگیرم، امی یک لالی میشوه. با تمام شید با تیار میکنم. روغنی امی درونش میانداخته گیرم. من کمترک میاندازم که خیلی بدخر نیاید. به حد به مزه خشروع محقول شید. امی کودکم هر چی را که نمیخورن امی ارزوق محقول شد چونه دو روز پس سه روز پس میکنم. بعد یاد پد پیش چی گفته بودن چی با پخت پازتون نشونه میتین رپچه پوشونه نصیب ای سپاس. امی هر یک ولاگم ده حرکت میکنم که یا پخت پاز نشون تیم. بعد شیر داشتم خالدنیک داشت یا دو روز سه روز شیر بود خالدنیک ده بود. گفتم یا که پاز میشه و میشه میبوره ویران میشه. امی کم تر گرم کردم و یا 6 تا نون کردم. 2 تا کلچه میده 4 تا نون کلان کردم. ارزوقارم پخته گرفتم. به حد خشرومی امی ارزوق دروش بینید کاو که خشروک اومده گه ساده کتی کردم. انا این نونارم پخته گرفتم. رنگ نون دیگدانی اومده گه اومد و دخوفکای اودیده نمیپزم. وقتی نونی روغنی کردم خدر رو سرخ میکنم. میگوی که درونش خامسوز مانده. سلام علیکم دوستان عزیز، روزتون بخیر شدی باشد. در اینجا من یک نمود پیروگ تیار کردم. در اینجا 3 دانه تخم در کره. همه پرودکت هامون 3 لوشکاییه. 3 قاشق کلان شکر، 3 دانه تخم که 3 قاشق کلان شکر خشرو یک جای میکنیم. ما در میکسر در کار نیسته. میخواد ببینید چی تیار میشه این پیروگ. انا میخواد خشرو یک جای کردیم. همه ای پرودکت ها را میندازیم. اینجا 3 قاشق شیره، 3 قاشق کلان روغن 30 میلی گرم میشه، 3 قاشق کلان نان کروپا، 3 قاشق کلان دیگه آرد. در اینجا باشه وللینه 5 گرم 10 گرم راز ریختی. خشرو یک جای میکنیم. آسونه که ماده میکسر در کار نیسته. نمیخواه یک جای میکنیم. خشرو در فرمه باید میکنیم. روغن میمالیم. نمیخواه تیار شید. انا میخواه فرمه مایده در کره میراز میری. پیروگ من باشده کلانی بد نه. پیروگ ما کلان نمیه. نمیخواه روغن میکنیم. همه جای فرمه ده همه جاشته نمیخواه روغن کردم. تستی تیار کردگی منم میریزیم. انا میخواه تیار شید دوستانی عزیز. در 180 گرادوس 25 مینوته تیار میشه. برای شربتش باشه در بالای پیروگ ریختن 1 نیم استکان شیر در کره 300 میلی گرم میشه. نیم استکان دیگه شکر 100 گرم شکر 5 قاشق کلان میشه. بازی باشه تا پیروگ من تیار شدن تیار میکنیم.
5 قاشق شکر انداختم. تا شکر آب شدن شد میکویم. شیر گرم نیسته. همین زهر شکستگی باشه تمام. وقتی پیروگمون تیار میشه پیروگمون گرمه. شیر و شکر در بالای پیروگ میریزیم. پیروگ که ما هم تیار شد دوستانی عزیز 5 منوت میسته. بعد سیراپ تیار کردگیمون هم میریزیم در بالاش. پیروگ بریده تیار کرده میمونیم دوستانی عزیز. چقدر که گفتم 5 منوت میسته. بعد ما سیراپ میریزیم. انا میخوام ما بریدم شما چقدر که خواهید میخوام ببرید. 5 منوت ایستاد نکن ما سیراپ تیار کردگیمون هم میریزیم. پول نیامی شیرش با خودش کشیده گرفت پیروکی ما با اینمی کاکاوی استروشکی اکراشنی میکنم. شما خواهید نکنین برای زیبش بعد ما اکراشنی کردم. نبینه حاضر چشیده میبینم که چه خیلی آمده. به حد به مزه شروع. اینمی ستیلچه همش انداخته. همش انداخته. 5 دونه هگ مونده. 5 تا دیگه شمرد بگیر. نیم 5 دونه هگش مونده که وزی میبرم محکم میکنم. بز مونده باشه هر بگه اینمی پچاک و نون و خلیب و یگون چی میخوای ریزه کرده بردم میتیبشه. در درون محکمه برکتی بغزال چوش میده. ساعت 20:41 شده بینید. افتابای بلند. این مولا هم چریده سیر شده اومده. این هم برای سگانیک دارمونه. نه برای چوش دوتا دختره کنه بچه. نه بچه هکش. اوکاد میارم برای اوکادی را بگیم. چخه میکنه خیز میکنه. اینجا مرغابی چهارا در یه دستم گرفتم در یه دستم تلفن نظر. دوستان عزیز بسیاری گفتن که چی با نامی آدم در بز موندین. نامی همی دیگه نام نیفتین. نامی بستانه شب نموندین. راستی دوستان عزیز قریب 10 سال میشه که همین نام شوهرم در همی بز مونده. وقتی که صاحبی همی خونه خزین من بگیم میاره همی بزه ای بز مای ده حق بدگه نمیخواه بغزالچه بدگه. بعد همونجا شبنم نام میکنه. امرهشم همی نام داشت خیلی نامی امرهش نمیگم. وای مردک همی کم ترک کلان شدو مردک. بعد همی یک بز مون می شبنم. با کجای میره رهای دور میره ای دور فایرو میکنیمشه میوید دوستانی عزیز. همی نامشه میگیره میوید. یا که همی در جنگل هم باشه وقتی در روزه کشویم فریاد میکنیم بزو نمیوینده. بعد همی نامشه گرفته فایرو میکنیم پیش مولا شفی مولا همی مولا را پیش کرده آمدن میگیره. همه خیلی بزی اهله که نه در جای خوش بچه‌شا سیر میکنه. تا پیش های بزا برامدم نمیخواد چی دوستانی عزیز 21 و 26 ساعت باید دو بچه ها کشمه مکه بزا یک تا دیگه شن میمونن 3 تن که همورا هر یکتشه قپیده اوچه شونو میمکن شیر میخورن.
خیلی نه اومده استم که قریب نیم ساعت زیاد پیشم بزبدم خونه اومده استم خریجه خالته چککشو بیگا میشم خیلی پشه و خموشک و خیلی چی بسیار که دوستان عزیز تا ویدیوی آینده خداوند نگهبانتان باشد. رحمت که با ما هستید ویدیوی ما را تماشا میکنین. کسانی که در کانال ما ابونه نیستن ابونه شوین، لایک و کامنتاری را فراموش نکنین. خداوند نگهبانتان باشد تا ویدیوی آینده.